اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفری کاری به ناحیه شهر نو تشریف آوردند. سرور دولت را فعالان و ساکنان با احترام خاصه و صمیمیت بی اندازه استقبال گرفتند. ای عزیزی قلبی ما بر شهر نو خوش آمدید. ای حبیب و رهنما بر شهر نو خوش آمدید. سجدارم پیشتان ای پیشوا خوش آمدید. نوری دیده تاج سر مرحبا خوش آمدید. نخست پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در دهات چوست ناحیه شهر نو کمپلکس اگروصنعتی خوجگی دهقانی حاجی احمد را مورد بهره برداری قرار دادند. کمپلکس مذکور از کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان و روسیه مروه مبل، کارگاه دوزندگی، مهمانخانه، آشخانه، گرمخانه، حوض ماهی و باغ و تاکزار عبارت می باشد. کارخانه مشترک مروه مبل در آشیانه یکم بینای دو آشیانه جایگیر می باشد. از کشورهای اروپا 16 عدد دستگاه زمانوی مبل سازی وارد گردیده در کارخانه وصل و نصب کرده شده است. وابسته به فرمایش در کارخانه نوبنیاد بیش از 300 نامگوی مبل از قبیل جیوان و رخت خواب، میز و کرسی برای خانه، کارخانه، آشخانه و مؤسسه‌های تعلیمی، همچنین درهای بین حجرگی و کت و نشست کرسی‌های گوناگون حجم استحصال کرده می شود. با سرور دولت اطلاع داده شد که در کارخانه مذکور امکان است در یک شبانه روز بیش از 8 متر مکعب تخته کارکرد کرده شود. در کارخانه محصولات اساساً وابسته به فرمایش استحصال کرده شده از لحاظ طرح و صفت به استاندارد بین‌المللی جوابگو می باشد. چوب و تخته، فرنیتور و دیگر اشیای خام از فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان وارد کرده می شود. کندکاری در چوب که برای ملت تاجیک میراثی است در کارخانه وسیع براه مانده شده است. با این کار نفران صاحب کسب و دارای تجربه زیادی کاری جلب شدند. درهای بین حجرگی و دیگر مبلی در این کارخانه استحصال شونده با اصول دستی و با استفاده از دستگاهی معاصر کندکاری می شود. در کارخانه مبل سازی 30 کس با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین شده است.
سرور دولت به مسئولین برای وسیع نمودن دایره فعالیت کارخانه و به راه ماندن صادرات محصولات به خارج مملکت دستور داده متخصصان را به آموزاندن نازکی‌های کار مبلسازی از جمله کنده‌کاری در چوب را به نسل نورس و جوان هدایت نمودند. ما در این کارخانه هنر کنده‌کاری ملی نقاشی گچکاری رو برای ماندیم. ما از تمام گوشه کنار مملکت جوانان رو جمع کردیم. همین هنر ملی تاجیکی که کنده‌کاری هستند می آموزیم شما. کارگاه دوزندگی، مهمانخانه و آشخانه در آشیانه دومی همین بنا جای داده شده. 50 نفر زنان و بانوان محلی به کار دائمی و معاش خوب تامین کرده شدند. کارگاه با 40 عدد ماشینه دوزندگی و دیگر تجهیزات ضروری زمانوی تامین می باشد. در هر یک گوشه کشور صرفی چنین کارخانه‌های نو زمانوی روز تا روز زیاد شده ایستاده است که ما زنان و دختران خانشین به کار جلب شده ایستاده ایم. ما زنان و دختران اول از کورس کوتاه مدت دوزندگی گذشته سپس به کار قبول شدیم. قبلا اکثر ما بیکار و خانشین بودیم. اکنون که در نزد خانه‌مان چنین کارخانه نو زمانوی تأسیس یافت، ما با کار دائمی و معاش خوب تامین شدیم. میانه‌داری خویش را و تشکیل کنندگان این کارخانه میرسونیم. در کارگاه نامگوی گوناگون لباس یگانه مکتبی، طبی، لباس‌های محافظتی و لباس مخصوصی صحوی برای کارخانه‌های وطنی، اینچنین لباس‌های ملی زنانه و مردانه استحصال کرده می‌شود. اقتدار کارخانه در یک شبانه روز با کارکرد 600 متر متا برابر است. دستور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود قرار داده برای به جای کار تامین نمودن 50 نفر زنان خانشین کارگاه دوزندگی امروزه خود را تأسیس دادیم. دستگاه‌هایی که در کارخانه نصب شده نوترین بوده با استفاده از آن امکان است همه نمود محصولات‌های دوزندگی استحصال کرده شود. ما کوشش می‌کنیم امکانات موجود بوده را ثمراناک استفاده برده با استحصال محصولات‌های بلندصفت در بازار جایگاه خاص را اشغال نماییم. محصولاتی در کارخانه مبلسازی و هم کارگاه دوزندگی استحصال شونده عوض کننده واردات میباشد و بنیاد گردیدن چنین کارخانه صنعتی در مملکت ضروری است. مهمانخانه با نظرداشت مشترک بودن کارخانه بنیاد گردیده در آن برای قبول 18 مهمان در یک وقت شرایط مهیا میباشد. آن با تجهیزات ضروری برای استقامت از قبیل رخت خواب، جیوان و غیره تامین است. آشخانه زمانوی این شد از 100 جای نشست عبارت بوده دارای شرایط خوب خدمترسانی برای کارمندان و مهمانان و دیگر کارافتادگان میباشد. در همین موضع از جانب کشاورزان خوجگی دهقانی حاجی احمد نمایشگاه تشکیل کرده شده. حاصل زراعت کشاورزی به تماشا گذاشته شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از گرمخانه زمانوی که آن هم نوبنیاد است دیدن نمودند. گرمخانه در اساس طلبات زمان معاصر و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ساحه بنیاد شده است. مساحت عمومی گرمخانه 0 از 120 هکتار را تشکیل داده در آن عین زمان پمیدار، بادرینگ، قلمفوری بلغاری و کبوتی پرورش می‌یابد. آبیاری گرمخانه قطرگی و گرمدهی آن متمرکز میباشد. در همین جا همچنین گرمخانه خرد برای پرورش لیمون نیز بنیاد گردیده 30 بخ نهال لیمونی مطابق به موضع شینانیده شده است. در شفت گرمخانه حوض ماهی ساختند که در آن عین زمان 1000 دانه گل ماهی پرورش می‌یابد. در همین موضع همچنین باغ نیز بنیاد کرده شده است. مساحت باغ نو 6 هکتار را تشکیل داده 1800 بخ انگور نوهای گوناگون و 200 بخ نهال سیب شینانیده شده است. با مقصد ثمراناک استفاده بردن زمین در خطار نهال‌های باغ زراعت کشاورزی از قبیل لوبیاگی‌ها، سبزوات و کارتوشکا کشت کرده شده است. در اطراف کمپلکس نوبنیاد خاصه در تل و تپه‌های این موضع اینچنین صحن کارخانه و شفت راهرفها بیش از 1100 بخ درخت آرایشی همیشه سبز شینانیده‌اند که زیبایی موضع را تامین می‌نماید. برای تامین گرمخانه، حوض ماهی، باغ و تاگزار و دیگر کارخانه‌های استحصالی با آب در همین موضع چاه عمودی با چقوری 120 متر ساخته شده است. توسط چاه عمودی اهالی دهه‌های اطراف نیز با آب نوشاکی تامین می‌شوند. باید تذکر داد که قبلا این موضع بیکار خوابیده و ناآباد و ولنگار بود و اینک با بنیاد گردیدن چنین کمپلکس عظیم اگروصنعتی آباد شد و در مجموع 130 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. کمپلکس مذکور در ناحیه شهرنو از طرف صاحبکار وطنی نوروز رحمیدین با استفاده از مبلغ‌های درآمد خوجگی دهقانی و در همکاری با سرمایه‌گذاران جمهوری ازبکستان
тоҷикистон ва федератсияи россия бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд карда шудааст. дар ҳамин мавзеъ ҳамчунин сохтмони корхонаи азими паррандапарварӣ барои парвариши 15 000 сармурғи бройлерӣ идома дошта то таҷлили ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. роҳбарияти корхона дар оянда бунёди сардхонаро низ бо ғунҷоиши 300 тонна маҳсулот ба инобат гирифтаанд. аз роҳи автомобилгарди душанбе турсунзода то корхонаи навбунёд ба масофаи 1 километр пурра асфалтпӯш гардидааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёди чунин комплекси муосири агросаноатиро аз ҷониби соҳибкори ватанӣ шоистаи таҳсин ҳисобида қайд намуданд, ки ин иқдом дар татбиқи ҳадафи чорум миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар заминаи мусоид мегузорад.